بله سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر هستین، ساعت شما خوب. تشکر، سلامت باشین. کدام پیام دارین؟ کدام گفتنی دارین؟ هر چیز دارم. مگم اینا رو تو مرا بگو که در کدام تلویزیون است. این از چینل یوتیوب افغان ویزت است. گویید به نوروز که امسال نیاید، با قندز آتش زده ره نکشاید، بلبل و چمن نغمه شادی نسراید، قندز زدگان را لب پرخنده نشاید، خون میدمد از خاک شهیدان وطن وای، ای وای وطن وای وطن وای وطن. گلگون کفنان را چه بهار و چه زمستان، قندز زدگان را چه بیابان چه گلستان، در قندز آتش زده و خانه ویران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست بدوزد به تن مرده کفن وای، ای وای وطن وای وطن وای وطن. تشکر هستم. سلامت باشین. این شعر از خودتان بود؟ خواه از تو هم بود صحیح، از ما هم بود صحیح، از کلگی خدا کنه که در نشر بانی. حتما شما از درد ملت ما گفتین. واقعا شما وقتی که شعر گفتین ما بخی یک احساس عجیبی برام اتفاق افتاد. کم مانده بود که گریه. من به سال دیگر خون هستم و اگر نه تا بیگاه برات میگم. ما ای کاش که 20 سال پیش از امروز، 30 سال پیش از امروز از اینجا می رفتم. مگم این وطن بسیار دوست دارم، برابر مادرم دوست دارم. این وطن در هر جایی که باشی آرامش دینم جایی میگیری که در اونجا زاده شده باشی. میگه در نیستان چون مرا ببریدن، از نپیرم مرد و زن نالیدن، بشنو از نی چون حکایت میکنم، از جدایی ها شکایت میکنم. یعنی بسیار گپاست که حالا همه شما رسانه هستین، شما هم گفتن نمیتونم. راست میگن. بخیر باشین. امینامتان برای ما نگفتین؟ خاک جمدی. خداوند خاکتان نکنه. سلامت باشین. عمرتان طولانی. خب واقعا از گپاش معلوم میشه که خیلی درد دیده است، خیلی درد داره، اما یک نکته کافی است.